این دوربین عجیب و غریب ساخت سال 1818 رو نگاه کنین، 200 خورده سال پیش. پشت دیوار را میتونن نشان بده. آیا به نظر شما واقعیت داره؟ یعنی چی چیزهای عجیب و غریبی دیگه را از ما بشریت هنوز اینا پنهان کردن؟ وقتی میگن اینا تکنولوژی رو به صورت قطره چکانی بین مردم پخش میکنه، خیلی ها این چیزها رو به شوخی و مسخره بازی میگیرن. باور کنین که خیلی چیزهای دیگه هست که اختراع شده اما هنوز اینا معرفی نشده. اینا برنامه ریزی شده که توی سال چند چی اختراعی رو بین بشریت پخشش میکنن. اینترنتی که 70 سال قبل از اوی که به بشریت معرفی بکنن اختراع شده بوده. خوب به دقت نگاه کنین، این ویدیو که ساختگی نیست، که ساخت یک شرکت هندی سال 1818. یعنی ما واقعا کجای کاریم؟ کی میشه که ما سر از این مسائل در بیاریم و این پنهانکاریات تمام بشه، همه چیز برای بشریت آشکار بشه؟ ببینید چی دوربین جالب و عجیب غریبیه، انواع و اقسامش اونجا هست. ببینید چندین مدل دیگهش اونجا هست، خیلی عجیبه. آیا به نظر شما این ویدیو ساختگیه